زده امیدوارم کارتون خوب باشه و تنتون سالم. برامش امروز رو سراغ تاپلده قراره که با ساقی چمش بزنیم براتون. ولی خب یه تغییر کردم بچه، من جای فیل اسپید وانز بردم به این چمش بزنیم ببینیم اونجا چطوری هست. و آخر کنم این مچ مقابل جوسی جی، یکی از خفن‌ترین پلیر آمریکا، و بریم جای این چمش تو لدر اول بزنیم و بعدش بریم سراغ اون مچ. عشق من آقا. خب اوکی، سب میزنیم بچه ها. فکر کنم خوب یه طرف. بله این کار دقیقا یعنی چی؟ ولی دوست دارم بعضی وقتا به خدا نمیدونم، واقعا نمیدونم این کار الان دقیقا مایتی مانی رو پول یعنی چی؟ یعنی مثلا هوگ اسکیل، یعنی دقیقا داریم میگی یعنی من دیگه واقعا اسکیل دارم داداش. میدونم که دیگه هوگ اسکیل، هوگو ببین هوگ میزنه الان نمیذاریم فار کرکر بمیره، هوگ بعدی هم میاد. بخندیم جلو این مچ بچه کاراکتر کاتن کار اشتباهیه چون زلزله میزنه و راحت دفاع میکنه. باید سعی کنیم بدون یک سری کاراکتر این مچ رو وین کنیم. خب بچه این کاراکتر بچه درست سایکل، ولی خب تو سایکل کنه یکم دست کردیش به هم میخوره. کاراکتر میکنیم ما یه دونه اسپل وان برای فار کرکر که همونجا بمیده. واقعا از این کارت متنفرم، یعنی کارت. خب هوک یکم پلار بد اومدم، یعنی هوک نباید بزنه رو بهتون هوک بعدی نشون میدم. و بله زلزله بعدی هم میاد. جان تا از عقب میریم. بیچ. خب یه دونه ادوانس. مینی بیکو چسبید. مرسی میکو جی 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 جی. ای بخور میخواستم آجی دارک پیرنس برم. اوکی هوک نزد، مرسی. یه لحظه حواسم پرد شده جی، خودم یه چیز دیگه رفتم. جی جی. خب بریم بچه بعدی بچه ها. نمیدونم دیگه یه مچ باختم به خاطر 10 تا دمیج. کلا از اون مچ قبل ویدیو کلا هنوز به همون مچ فکرم درگیره. خیلی بد باختم اصلا، خیلی کلا. به هر حال دیوونه میشم بعضی وقتا به خدا. اصلا نگاه من مینیکو چقدر بد اومدم کلا معلومه. بعضی وقتا بازی من نمیدونم کلش واسه منطقه نداره، طرف رفته راکت پویزن رو با هم آورد. اینو بری به کی بگی ناموسن؟ اینو به هر کس بگی کوتوریه بچه‌ها. کوتوری هم مشروب داره با زلزله، میگم با زلزله با تسلا یگو. واجی بعضی وقتا نمیدونم خب مگه میشه راکت با پویزن داداش. یه ضرب. خب یه ریچ، یه ماینر. کاراکتر رو باشه که مجبور بشه راکت بزنه چون ماینر نداره که هم کارش سخته. خب راکت رو میزنه که
یه وایس. دارک بیدن سرچ کارت بخوام اینجا بندم کارت اشتباهیه و سعی کردم با همون اسپلا بتونم دارک فرنس رو حذف کنم از بازی. اوکی بگیری بذار اوکیه. باید سعی کنم به این دو طرفه بزنم و اینطوری فکر کنم بهتره، چون بخوام با یه طرف پر کنم یا حالا حمله کنم با یه راکت جمع میکنم، یه راکت رو بیری حالا فرق نمیکنه. این هرچی از ویچ متنفره بدبخت معلومه. گرج راکت بعدی چه سایکلی کرد. جایت از عقب ویچ گرج مرسی. اونجا چسبیده اسکلت ها. اوکی اوکیه. جایت از عقب گیمینگ پکا دارک پیرنس یه ویچ جون میزن که بچه با راکت نتونه بزنه. سریع تو جایت این پرو پول ریش دستم نبود بینوز. اوکی دو طرف همون شده رو راد جمع میکنه آخه، چون هم دیریوی دارم دارک پیرنس دارک پیرنس کارتو اذیت میکنه، برای همین نمیتونیم کاری بکنیم. برج یه بیچ دارک پیرنس از عقب جایت یه پکا واجه فوتی دادیم متاسفانه. بله نمیشه بچه واقعا خدایی نمیشه از حق کنیم بگذاریم نمیشه کاری داریم میکنیم داره راحت جمع میکنه. کلان هم زد دو مادرتونم دارید. چقدر داره تمیز سایکل میکنه. من این تمیز سایکلیشو ناموسن. که بریم بچه بعدی بزد مهم نیست. خب کلا راکت اذیت میکنه بچه. راکت و ماینر که فقط داشت میاد رو تابه رو یه چند تا بیل زد که تونست راحت با راکت چند تا راکت داد و جی جی. خیلی راحت بچه. ما باید این وقت تو بازی 10 تا جوینت بریم 15 تا جوینت بریم تا بتونیم ازش تاور بگیریم. خدایی خستم. سوپر کریتور طرف بکنم بشنستمش ولی خب نماد 30 کریتور رو داشت. در حال زب بکنم با نه گوله مکسیری با گوله مکسیری بد جور میاد با جلاد. مثل این که اون نیست. فکر کنم این گریویار هم یه ترکیبی بود که با گریویار بود با اون کلبه گابلین چی بود دادم اسمشون این بود. آخ آخ خودشه آجی خودشه. ای بابا نه یا جلو آجی. بومش قشنگ یه تاوه رو کرد دو کارات.
اوکی جی بچه همونه و رفته بهش مثل که میلک آورده. ابیلیتی نیاز نبود فکر میکنم و دوستیم بدونم که یعنی ابیلیتی نزنیم و هم خودش بمیره. میگه تاورا روش بود و کارت هم خب جای خودش. این دارکاش این بالا بریم این از وسط که اگه بخواد اسپل ببینم توزه زده شاید زب داشته باشه که زب هم فکر نکنم به دردش بخوره. یه رج نت بنداز جی بچه فقط هم زد داره خود تونستیم راحت ازش تاور بگیریم با اون فن. البته فن که نه جا این تازه وسط بری کاری نمیتونه بچه بکنه چون اگه بخواد توی بکنه باید یا کینگز برای ویچ بیاد یا برای اون جاینته و ترجیح از وسط بیاد. دارک برنس هم روش بود و کاری نتونست بکنه. به هر حال جی بچه بازی شل کرد. جی بود یه ریجو جی داشت همت گرم که شل کرده چون تا این ویدیو میرفت بالا واقعا مثل بعضی ها تا آخر پلی نمیدن. خب بریم مچه بعدی و سریع بزنیم مچه بعدی. خب بریم چشم تور شد. خب یه رج بزنیم. یه زب نمیدونم ترکیبش حقیقتا چیه و کرونر داره. حالا سایکل نماشه بود رو پول کارت بریزه مثلا خب یعنی از این میترسم که جلوت داشته باشه یه بیش از عقب یا قرآن هرچی میخوای باش جلاد و بولر این کوسشه رو واقعا نداشته باشه. یعنی من متنفرم از این کار. یه مینی پکا یه باز یه دونه زپ تمیز اینطوری میتونه باشه یه دمیج خوب برامون بگیره. دارک پیرنس فکر کنم ایکسپوه و یا جاینت اکسیر که خیلی هم فکر کنم 5 ایکسیر الان میگه اشتباه نکنم. لینکیج فکر کنم آجی اشتباه گفتیم اسپلشیار یه دونه اسپل وانس ارسی وانس یه دونه ریج اوکی یه ویچ سقب احتمال که از سر پول گریویت هست اوه مایه جد لینک نزد. خب یه کالکتر ولی احتمال باش هست رو پول. دارک پیرنس یه ریج اوکی منتظره بیچونه از سمت بالا بشه راش بده. خب اومد ولی باز با زب رو کاری در میاد که
یه دونه وایس داشت ابیلیتی هم بکشی باز کاری نمیتونه کنی جیجی بچه. نمیدونم چطور با خیلش، ولی خب بچه فولزت طرف، یعنی واقعا اسفلشیات با گارد و کابینشتا اینا زده. و بریم مچ آخر رو کاپو 2-200 کنیم روند. بعد عشان بریم سراغ یه مچ خفن و تمیز. عشق من این آقا میخوامتون زیاد. خب بریم. خب یا علی تیری ماسک بزرد فقط رو پولو الان ببینید. خدا رو شد باشیم اولین پلیر تیری ماسک بود که کارتی نریخت. اوکی گوشی داره کم کم خاموش میشه و کالکتر رو بچه میکاریم. یا قرآن دودوش مگه دعوا جنگه؟ بابا من مادر تو داداش، یعنی من بابا میپیکو چرا آخه باید پیچم بزنه؟ آیسکاله جیجیه بچه این مش دیگه اصلا امید به کامبک صفر آجی. خب اوکی خوب دونستیم جاینت خود برامون در بیاره. اوکیه کالکتر یا قرآن داداش یواشتر عشق داداش کم یواشتر بریز که کم نیاری یه وقتی. خب جاینت یه دونه این بکن مرسی یه ویچ جیجیه بچه دیگه مچ. و تمام جیجی آقا عشق منید و امیدوارم که لذت برده باشید دیگه از این مچ ها و بریم آجی سراغ مچ جوسی جی و دیگه همین دیگه ماشوه. خب باش بریم سراغ مچ جوسی جی. یکی از بهترین پلیر ترکیب سایکل و سنگین فرق نمیکنه. رنک 2 داره و 66 و 20 و سوپر کریکتور. ترکیبش هم که یه نسخه از دریل بود. بریم آجی بریم مچو ببینیم این اوضاع چطوری هست. و خب خب اوکی کم خونه شلوغه بچه ها بسخایی میکنم. خب اینجا من فکر کردم هوک سایکل اول، ولی خب دیگه وقتی دریل اومد یه مطمئن شدم که دریله. دارکمنت از عقب اومدم و سب کردم ماسک اومد. اینجا من دستم رو کارکتر بود که ترجیح دادم ویچو از عقب برم و اینجا یه حمله میکنم که حملم ناموفق بود. حملم نگرفت آنچنان و فکر کنم حمله اشتباهی هم بود حس میکنم. خب
اینجا یه واین زدیم، کانون کاشت. اوکی. و بعد من اینجا کالکتر بچه میکارم، اینجا کالکتر میکارم و اینجا حاجی مجبور شد لاگشو بزنه. بنده خدا فشارش رو تو به استریم لاگو زد. خب اینجا بچه ها کالکتر رو ما کاشتیم، دریل اومد. اینجا یکم کارمون سخت شد. این کاری که الان میکنن رو ببینید، یه کارمون یکم سخت شد. ابریدی رو میزنم، من مینی بکا میام و هیچی نمیام اونجی کداش کارت بنازه بفهمید و طوری دارم اسپویل میکنم دیگه. خب اینجا من بچه بیچ میام، خب باز اینجا باشه یه حمله کلا ناموفق بود، یعنی حمله هم هیچ کدومش اصلا نگرفت آجی. دیگه آخر کار زدیم به سیم آخر رو بدجور. خب اینجا بچه من برای دفاع نیاز یه مینی پکا دارم که تو هیرو ماسکو بندازه و کمونیبور میزنه. اینجا کمونیبور رو میزنه و من کاریتور رو باشون میکارم. باز اینجا فایروال میزنه. خب اومدم جاینت از پشت رو دو طرف بکنم، ولی خب متاسفانه یکم سایکلم بد بود و جاینت دوم ببین بچه ها دستم نرسید که بنوزم جلو هیچ. متاسفانه اینجا کلا یکم سم سایکلم بد بود، هم یکم بد کارتم چرخیده و اینجا بازم دفاع میکنه بچه ها، همچنان دفاع رو به راه و دفاع میکنه. بازم دریل میاد اینجا. من اینجا بچه برای دفاع نیاز مینی بیکا دارم، بس یه مینی بیکا بچه میندازم و بازم حرکت همون نجس کاریایی همون قبل کرد جاینت و این همون واجی بازم ناموفق بود. نمیدونم واجی همرام شده اینقدر نمیگیره. آخه خاکسته فقط داره دفاع میکنه واجی، دفاع میکنه و در به موقع هم دلیل میاد و این یکی هم اذیت کننده است. ماسک بعدی هم میاد، ماسک بعدی هم میاد و من باز ویچ میام از پشت و اینجا بچه مجبور میشم که فایربال رو میزنه کالکتر بکنم و یه جوری گفتم میتونه کمک کن، ولی خب اونم سایکلی دیگه بچه، اینقدر راحت گول نخوریم و فایربال بعدم دستش میرسه. بله خب بچه اینجا ما رفتیم ایکس 3 برابر شد و رفتیم برای دو طرفی جذاب. اینجا باز جوینت از پشت میگیم مثل همین که میگیم و جوینت بعدی هم جلو ویچه رو میگیم. باز سمت راست دفاع میکنه بچه ها، سمت راست دفاع کرد و من اونجا با اسپلام ماسکت رو میتونستم بندازم و یه ریج از اون طرف زدم. اینجا باشه که هم اکسیر که با دارک پیرنس یکم چسبید و جوینتش اونجا خیلی بهش تجاوز میکرد و دارک پیرنس اون شات آخری که زد یکم کارمون در بود. اینجا دری رو بچه رفت و با فایربال ببینید من یه ریج زدم وایس و زب و جاینت که نزد و جیج. سر چند تا بردم؟ 23 تا. سر 23 تا من تونستم این رو بزنم و به همین راه تو طرفمون گرفت و اینم از جوسی جی که از پلیره قدر آمریکا. عشق من آقا تا ویدیو بعدی فعلا بدون